این یکی از نقطه‌های سیرآدم‌ترین شهر دوشنبه اشان. هم دلیر امام علی این فروشگاه مرکزی اشان در 3 روز هفته جمعه سیاهی که اعلام کردن. من فکر می‌کنم که در یگان جای دنیا مسئولین اشان تا حد تفکر نمی‌کنند که خصوصا که این قراردادها در لیسانس‌های الکترونیک و مردم هم کودک و هم پیرانسالان در هر شرایط و در هر وضعیتی که هستند گزینه‌ها بالا نشان و گزینه‌ها پول میشن. و من از این پرینسیپ زینه الکترونی میستم تا اینکه مسئولای اشان پیش من بیان و سببش بگن که با چی دلیل اونا زینه های الکترونیشان در روز سیر آدم کار نمیفرمایند که مردم از این زینه استفاده کنند. حضور ما نشان میدیم که مردم چگونه با لیسانس های عادی حرکت میکنند. خب من باور دارم که مسئولای اشان خیلی آدمای فعال در فیسبوک هستند، چون اکثریت ما در صفحه فیسبوک ما دوست هم هستیم و موضوعهای علایده شده در نظر برم و به این واسطه باخبر میشم و ما اگر 2 ساعت هم دارم من نمیرم تا اینکه مسئولای اشان بیان و سبب اونه که زینه‌های الکترونیک کار نمیکنن اونا بگن که برای چی کار نمیکنن. برای چی معرفی می‌کنید کی هست؟ من دلیر موبایلی من بود شرکت تلفن نداشت. با کدام حق نمی‌کنم تلفن چیه؟ چه بعد سوال من جواب کنم با هم سوال جواب بله تلفن هم نداشت. تلفن هم نداشت. یکی زینه‌های الکترونیک چند روز گذشته هم همیشه بود. زینه‌های الکترونیک و سوال من جواب بدید. من روزنامه‌نگار دلیر مومالی روز اتفاق ژورنالیستو من می‌خواستم که مردم برای چی در 3 روز نکش نداشت. بالان گاو خوش میگم بالان گاو در دوره اولدو گاو فایدالی اودینایف خودشون مووینی چیزی بهتره میگن اون نداشت. هر کی نداشت. اون نداشت. من تلفن تا تا صحبت می‌کنم. این فوت اینجا کدوم سعودی اصلا من نفهمیدم که ممکن او می‌خوام با سوالمون جواب بگیره. نکش. گاب زنی قطعی گاب زنی. شورات بوری و فایده دارم که اصلا چی کنه اشان افران ما مسئولای اشان در کار بریم. خیر برای سوال ما جواب مسئول اشان برام همینجا بیار. برای چی جا بیار؟ همینجا بیار. من میزاج اشان هم می‌خوام که زینه الکترونیک در روز خدای رو تو گفتم من رفتم در جای حادثه به سوال جواب نه من رفتم اون سرت کن خواهش تلفن تبریک خواهش میکنم سرت ما رفته خوش من میگم باشم اینجا گوش من چند افراد اینجا که کماندان شده من کجا به نشتگی است که ثبت کردم رفته من نشون دوستم کجا به گفتگی است که ممکن نیست میبینین بچه‌ای که ردلاین کار میکنه یا تن اداب معاشرت با کارمنداتون که چگونه مناسبت میکنن و چگونه مناسبت پیش آدم با یک شهروند چگونه مراجعه میکنه. کاش تلفن تام بگی دست کاش تلفن تام چه حق داری یکم میرا تو چه حق داری که گونه مناسبت میکنی سوخشو گابرسی را گابر مشاور یاد گیرم من دیمش پات کلی شاد میکنم باکس تلفن تام این دیومش من دیومش پات کلی شاد میکنم تلفن شخصی من تلفن شخصی حکومت کجاش به میزاج اشان نامنگار حق داره من کلیت اشانم اینجا ثبت ویدیو باردار میکنه در اساس کدام قانون کدام فرمان کدام دستور مرا سه چیز نشون تو فرمان دستور قانون چی داری تو کینو نشون رفته من نشون من کینو نشون میدم برای که شما میگه که من تحقیر میکنه نمیذاره که با زینای الکترونیک بالا شود کمپین همش شده نبرام میشه پای باری دهم پای باری دهم من با لیفتات کارم من با زینای الکترونیک کار کنم این باری یکم نیست که کار نمیکنم من دلیل موبایلی تو چی حق داری میگی تلفنی را حق نداری گوش من دلیل موبایلی ولی برادر نمیگم برای صاحب دست این وظیفه من نیست
Bayram şuna geldi. Akosuna icra neydi? این مسئولی رو نیست Oradan میگن کنی بخشش نمیپرسی تو بخشش نمیپرسی چرا نمیپرسی Oşkan bir نرس Ya ka bakış telefon tamam. Bakış telefon tamam götürüyor. ما مسئول عشان خیر کنیم ما مسئول عشان Ya ben peşim asım aşağı. پیشمو بیار ما میزه جان پیشمو بیار Aka salam alaikum. سلام شما چنده مشکل نکن یک تمام باشه من یک تاش کتیگه دادم دیگه برای کافه کور باشه پریکسون ما اوی وظیفه فهمیدم که مرکز صیدلی همه تو وظیفه ولونتر برم معاینه نمیگم دیگه رو جواب برو همه رو جواب ده همه بچه‌ها رو جواب مقصد مو که همینو کار بده در پیام اسیر در فیسبوک مکا دیگه واش جواب تیم برو برای همین عیب است برای همین عیب است که این باید کار کنه از کی جواب من کار ندارم این در تاجیکستان کار کرده و در دوشنبه است Azami millet nişon desan. شما پس نمیزنی که ملت سرت منه چی میکشی منه تو منه نکن O 8 telefon da kış deske. سرت که باور کن پرابلم خودتون میشه Kış martı. Ya ben matros nişan buldum ki daha çok mümkün değil. yok رفتیم کجا میمیدی Bakış telefon tamam. رفتیم telefon